درود رفقا، چطوریم؟ ما اومدیم امروز یه طبیعت گردی خفن. الان هم که روی کوههای سومه هستیم، آخرای کوههای سومه. اسم این روستا هم نمیدونم چیه، روستاوا نمیدونم حالا ببینم چیه فلان و اینا. این پشتم فکر کنم حالا دوستم میگه هادی احتمالاً دره مرگه. بعد الان می‌خوایم بریم اینو ببینیم واقعا دره مرگه اینجا یا نه. خلاصه چیزی که این دوستم نمیخواد چهرهش تو ویدیو بیفته، گفتم واسه نگین که چرا اصلا پشتشو کرده ویدیو، به وقتش نشون میده صورتشو. بعد باید بریم این کار و اینا انشالله نخوریم زمین. پرقدرت میخوایم بریم جلو. بریم اول دستکش. چرا هم داره میفته. بعد میریم سراغ کلاه این بعدی که بخواد بردیم کیفه. حالا توشو باید بهتون نشون بدیم. حاجی اونجا رو نگاه. از 1 تا 10 بریم چند رو ببینیم این سفر. باید کامنت یادتون نره. کامنت ها بگی از 1 تا 10 چقدر. آقا بچه ها میخوایم بریم. استارت کارو من زدم. حالا نوبت هادیه که استارت کارو بزنه. برو. برگردیم. آه دارم میبینم یه شیبه خیلی ترسناکی بره. ها شیبه من رو نمیبینم. امیر میگم من ترمزم کی میگیره؟ نه آره آقا کی اومدیم شیب بزن. خواهی بریم نهایتا اگه دیدیم بعده برمیگردیم ها. نهایتا به دو بریم ببینیم. عجب ویویه. یا علی نگفتیم زمین نخوریم زمین یاره. از اینجا راه نداره نه.
اینو نمیرم آجی. ها ها امیرزه آره دور بزنیم. سلام. تو خوبی؟ خوبه. ها اون برش ها از اونج بعد ما رفته. اونجا میشه رفت. آره راحت. تو امیرجان خوبی سلامتی. همه اینا رو ما بردیم پناه دیدی هم دی تو بلوگ چه رفت بود. برام اونجور مارن همین رو مسیر برن پایین بریم دیگه. آره برن او برای برن به سمت پایین هم مستقیم برن او برن به سمت شد. کاش ندارم یکی ده زنگ. خدا بدرود. چیه؟ نیام میگم بنده خدا موتور اومده و خواسته یک یعنی یک آره یه حرکت بزنه. اینا قرار بود یوتیوب
مثل اینکه باید وایسیم دیگه امیر دیگه نیا آه با عرض تحفظ اونجا نزدیک پرشم تو دره رفتن دره است تیز یعنی فکر کن اینقدر بود بالا یعنی از چرخ موتور بود من اونجا نمیدونم چی رو دور زدم آقا ما این مسیر رو اومدیم و خورده چالش داد من اون کوه رو رفتم بالا خورده کردم چون اونورش دره بود حالا تو ویدیو هم نیفتاد چون گوشی دست هادی بود نه اون بالا نیفتاده دره اونور نیفتاده فقط هادی این گوشی من نذاشتی یاد بشیده روشن کن موتور بیار جلو خودم میذارم دستکشات کو تو نذاشتیم بیا نگاه کن بچه‌ها متاسفانه ما الان به این مشکلی برخوردیم آقا هادی ما یه خورده ای فراموشکار شده دستکشاش آقا یادش رفته همونجا که ما استارت ویدیو رو زدیم همونجا جا گذاشته تو ویدیو که الان داریم نگاه میکنیم اونجا احتمال زیاد جا گذاشته الان میخوایم بریم اونجا ببینیم حالا سریعتر من ویدیو رو قطع میکنم که کسی ور نداره دستکشاشو خب بچه‌ها متاسفانه دستکش هادی پیدا نشد و ما کلی گشتیم مسیر رو زیاد مهم نیست فدای سرتون بعد دیگه واسه اینکه ما ناهار رو نخورده بودیم الان تقریبا ساعت 3:30-4 هستش الان اومدیم از اون کوها که بودش ما تقریبا اونجا بودیم اونجا اون همه مسیر رو اومدیم اینجا یه جایی که فقط جهت اینکه غذا رو بخوریم به شب نخوریم الان غروبه الان اونجا بچه‌ها دارن غذا درست میکنن یه تا اینجا ویدیو حتما دیدین لایک و سابسکرایب فراموش نشه واقعا ما زحمت کشیم تا اینجا اومدیم بریم که ما الان سریعا نهارمون رو بخوریم بریم بچه‌ها ویدیوهاشون رو بگیریم ببینیم دارن چیکار میکنن پنیر نهار درست کنن تا کجا پیش بردن نهار رو درود بر شما نهار خوشمزه است حالی چی خاکی شده باسنه نهار رو میبینید اینم امیرعلیه سلام نمی‌کنی تقریبا غذا آماده است و می‌خوایم بخوریم. A few moments later. یا بسم الله اللهم صل علی محمد خب آقا اوکی ما غذا رو خوردیم و الان آماده شدیم که بریم سمت خونه یه خورده هوا شب شده و الان نور گوشی رو زیاد کردیم خورده نورانی تر بگیره آقا اوکی دیگه همینجا ویدیو رو به اتمام میرسونیم لایک و سابسکرایب فراموش نشه چنل ما هم ساب کنیم هر دوستاتون رو بفرستین لایک شیر فراموش نشه خداحافظ